السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیاریاتون نوجوانان، نوزنگریختگیاتون، شهها و عروسا، برای اونایی که در روز عید یا که در روز تو چی تحفه کنیم نمیدونین، یکی از بهترین تحفه ها برای شما اومده کردگیم برادران عزیز. اینه چنون که میبینین، کاملا رو پیش بیارم. اینه ها ماشاءالله، یعنی تسبیح برنگ قرآن. دیدین چه خوشوه، ارزان خاک سیاه. میتونین که بر رقم ها رو اکران زنگ بزنین، هم مترو لوبلینا و هم در مترو شالکوفسکی هسته. میتونین که انشالله زنگ بزنین. اینه یا رنگش خوب دیدینه، اینه با دیم رنگش بش کم اکسیج دیگه رنگ دیدینه. قرآن هم همین رنگه، تسبیحش هم همین رنگ. بارک الله فیکم. خب با یک رنگ دیگهش با اینه سرخش هم هسته. اینه خیلیش سرخی با هسته. اینه خیلیش بگیم با اینه در داخلش هم قرآن سرخ است، مصحف تجوید، هم جای نماز و هم تسبیح. شو به حال انسانی که زنش دوست می‌داره برای زنش کمتری میخره، میگیره روی میکنه. یک دیم با قرآنایی که برای انسانانی که یعنی ذهنشون سسته یا اینکه حرف عربی را خوب نمیشناسن، برای همونها قرآنای بهترین اوریجینال آوردگیم. 7 رنگه چون که خودتون طلب میکردین. حالا برای شما یک چمکشم کجا نمبر بکشم ایرازی. نه بسم الله. یکی چی نشگم. هو الله الذي لا اله الا هو. دیدینه؟ نومای الله هن. الله در قرآن چی میگه؟ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. یعنی الله چقدر نامهای زیبا داره، الله را با نامهای زیباش دعوت بکنید. یعنی دعا که با نامهای زیبای الله سبحانه و تعالی. ببینین یک مثلا انسانانی که هستن چشمشون ضعیف هستن، خوب نمیبینن، 7 رنگ است نه میخونی. ببین سفید خشرو، ایجاش سبز، ایجاش سفید، حرف سیاه. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. خب میگن نوع دیگهش اینه و ای یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. فهمت اینه میخیل؟ یعنی قرآنای پدرچنی میتونه که انشالله بخرین. هر روز یک نومی الله یعنی از یاد میکنین. الله 99 نوم داره. از خودتون پرسان کنین که 99 نام الله را کداماش هم میدونین. در وقت دعا کردن با کدام نامهای الله ما دعا میکنیم؟ الله طلب دعا میکنیم، طلب مغفرت میکنیم، طلب ملک مال، طلب زن فرزند دیگه و دیگه. اگر که ندونین از اینجا از یاد میکنین. الرحمن، الرحیم، همین خیل، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ. خلاص که همین خیل نام های الله سبحانه و تعالی را یاد میکنین. رقم هایی که روی اکران میبینین میتونید که همین قرآن ها را در مترو شالکوفسکی، در مترو لوبلینا میتونید که انشالله که پیدا کنین. و همچنین دیگر نوع قرآن ها هم هست، دیگر داروها هم هست برای خراب شدن، برای فربشیدن، برای چیکار کردن، بقوت شدن و برای پرستاتیت، برای خنکی، برای بیماری. با تمام نوع داروها، بیماری ها را دارو هست به خواست الله. به قدر استطاعت داریم چیزی که داشته باشیم انشالله میتونید که زنگ بزنین. اینا بهترین قرآن ها و قرآن های 7 نموده، 4 رنگه، 5 رنگه، چند نمودهش هستن. خب دوستان عزیز با دعا باشین. یعنی ما شما را انتظار هستیم در جا مکان خود. با دعا باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.